دادگاه بین المللی جنایی پرونده تاجیکستان را که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را دستگیر نکرده به دست این دادگاه نسپرد برای بررسی این وعده در اختیار تمام کشورهای عضو دادگاه واگذار کرده است. قرار در این باره روز 6 می صادر شد. دادگاه بین المللی جنایی 29 مارت امسال با صدور یک حکم گفت دولت تاجیکستان با دستگیر نکردن ولادیمیر پوتین در سال گذشته عهدهای بین المللی خود را هم اجرا نکرد. همکارم طاهری سفر این موضوع را پیگیری نمود و قبل از برنامه از او درباره جزئیات پرونده پرسیدم. دادگاه بین المللی جنایی ماه مارت سال 2023 امر بازداشت ولادیمیر پوتین را صادر کرد چون او را به جنایت‌های جنگی از جمله اخراج غیرقانونی کودکان از منطقه‌های اشغالی اوکراین متهم می‌کنند. از بس که تاجیکستان عضو آیین‌نامه روم یک نهاد اداری دادگاه است، عهده‌داری گرفته است که از جمله در بازداشت و سپردن گمانبران به جنایت در قلمرو خود با دادگاه همکاری میکند. به گفته دادگاه بین المللی جنایی از بس که حکومت تاجیکستان در اجرای امر دادگاه و بازداشت ولادیمیر پوتین همکاری نکرد، اکنون این مسئله را برای بررسی من بعد و قرار نهایی به مجمع کشورهای عضو آیین‌نامه روم واگذار کرده است. دادگاه بین المللی جنایی سال گذشته هنگام خبرها در مورد سفر پوتین به دوشنبه رسما به حکومت تاجیکستان درخواست درباره بازداشت رئیس جمهوری روسیه را یادداشت کرده است. ولادیمیر پوتین برای شرکت در همایش اتحادیه دولت‌های مستقل روز 8 اکتبر به دوشنبه رفت و تا 12 اکتبر در آنجا بود. دادگاه بین المللی کیفری میگوید که حکومت به درخواست آن بی‌اعتنایی کرده و اجازه داده است که پوتین تاجیکستان را آزادانه ترک کند. در رد و بدل‌های دیپلماتی با دادگاه بین المللی جنایی حکومت تاجیکستان دلیل آورده است که با چند سبب نمی‌توانست پوتین را بازداشت کند، زیرا او همچون رهبر یک کشور دارای مسئولیت است و تاجیکستان حق دستگیر کردنش را ندارد. وجه قانونی دیگری حکومت تاجیکستان این است که روسیه عضو دادگاه بین المللی جنایی نیست و عملکرد تاجیکستان هم عدم همکاری با دادگاه شمرده نمی شود. اما در قرار دادرس‌های دادگاه بین المللی آمده است که این دلیل‌های تاجیکستان قابل قبول نیستند، زیرا مسئولیت رهبر دولت نمی‌تواند بهانه برای اجرا نکردن امر بازداشت شود. دیگر وجه دادگاه این است که هیچ گونه سازشنامه دوجانبه یک کشور با روسیه نمی‌تواند تاجیکستان یا عضو دیگری را از اجرای عهده‌داری‌هایش در نزد دادگاه آزاد کند. دادگاه گفته است تاجیکستان قبلا آگاه شده بود که ولادیمیر پوتین را باید بازداشت کند، ولی کشور شریکی استراتژیکی با روسیه را بالاتر از عهده‌داری‌های بین المللی خود گذاشت. سوال دیگر از همکارم این بود که از این پس چی می شود؟ قرار دادگاه بین المللی جنایی درباره همکاری نکردن تاجیکستان با این دادگاه چی پیامدی برای کشور و یا آبروی آن در سطح بین المللی دارد؟ دادگاه مذکور جنایت‌های مدهش از جمله جنایت علیه بشریت به مثل نسل کشی، عذاب و شکنجه و قتل و کشتار و تجاوز را تحقیق می‌کند و گناهکارانش را به جوابگری می‌کشد. تاجیکستان اکنون از اولین کشورهای عضو این دادگاه بین المللی است که برای پذیرایی از ولادیمیر پوتین و سرپیچی از امر بازداشتی و تحت فشار قرار می‌گیرد. آنگونه که گفتم دادگاه پرونده تاجیکستان را برای بررسی من بعد در اختیار 124 کشور عضو آیین‌نامه روم واگذار کرده است. باید دید که قرار نهایی درباره تاجیکستان چی می‌شود، اما از حالا معلوم است که کشور را به مانع شدن به اجرای یک امر دادگاه معتبر بین المللی متهم می‌کنند. به گفته کارشناسان حقوق و قانون‌های بین الملل پیامدها برای تاجیکستان بیشتر سیاسی هستند. مثلا کشور از منبرهای بین المللی سرزنش می‌کنند یا از جمله آن کشورهای مینامند که قانون‌های بین المللی را زیر پا کرده است. البته نشر این گونه خبر درباره تاجیکستان می‌تواند به مذاکرات و همکاری‌های تجارتی با کشورهای غربی تاثیر منفی گذارد. اگر قطعنامه خاصی درباره تاجیکستان قبول شود مثل یک داغ دائمی در تاریخ دیپلماتیک کشور میماند. دیگر عاقبتش به گفته کارشناسان حقوق بین الملل این است که تشبس‌های تاجیکستان در عرصه جهانی را که سالهای اخیر زیادتر شدند کمتر به نوبت میگیرند. حکومت تاجیکستان که همیشه کوشش میکرد خود را همچون یک عضو مسئول جامعه جهانی نشان دهد، در عموم با میزبانی پوتین در یک دوراهی مشکل قرار گرفت که باید با روسیه شریک عظیم استراتژی خود وارد مخالفت میشد یا قانون‌های بین الملل را زیر پا میکرد. اما باید گفت که بعد از تاجیکستان چندین کشور دیگری آسیای مرکزی هم ولادیمیر پوتین را پذیرایی کرده و امر دادگاه بین المللی جنایی را نادیده گرفتند و حالا معلوم نیست که موضع گیری دادگاه نسبت به آنها چگونه می شود.
ва ин ҳамкорам Тоҳири Сафар дар бораи ба ҷаласаи додгоҳи байналмилалии ҷиноӣ кашидани парвандаи Тоҷикистон суҳбат мекард, ки ба гуфтаи додгоҳ амри боздошти Владимир Путин раиси ҷумҳурии Русияро иҷро ва ба аҳдҳои додааш ба ҷомеаи байналмилалӣ вафо накард.